با سلام، خسته نباشید دوستان. خودروی X22 داریم با عیب روشن نشدن. تک استارت میخوره، روشن میشه، خاموش میکنه. خطایی که برای ما داره X22 موتور، خطای EGR داره. سوپاپ EGR دائم، خطا دائم مربوط میشه به EGR مون. بریم برای بیابیم دوستان. اینم خودروی X22 که عیب EGR داشت. با باز کردن EGR، سوپاپ EGR اینجا میخوره، میشه شیر EGRش. سوپاپ EGR بازش کردیم، سرویس کردیم، دوده زده بود. با یه سرویس معمولی خیلی راحت ماشین مشکلش برطرف شد. خطا هم دیگه خطای EGR رو نداره. X22 موتور خطا هم دیگه نمیاره. مشکل این خودرو شیر EGR بود که با یه سرویس خیلی ساده حل شد. متشکرم.